یادت بیار صبح از خواب بیدار شده بودی و حس میکردی خیلی بی انرژی، در صورتی که شب قبلش به اندازه کافی خوابیده بودی اما بازم کسل بودی. اولین کار حرکات کششیه. همین که از خواب بیدار شدی چند تا حرکت کششی ساده انجام بدید. 2 دقیقه هم کافیه. این کار جریان خونتون رو بهبود میده و بدن رو از حالت خواب بیرون میاره. حتی میتونید تو تخت این کارو شروع کنید. دومین نکته، قبل از هر چیزی یه لیوان آب ولرم بخورید. بدن بعد از چندین ساعت خواب کم آب شده و این کم آبی یکی از دلایل احساس خستگیه. یه لیوان آب ولرم یه کوچولو خنک بهترین راه برای شروع یه صبح پر انرژیه. سومین راهکار، برید کنار پنجره و چند دقیقه نور طبیعی بگیرید. نور خورشید ریتم بدن رو تنظیم میکنه و به مغز سیگنال میده که وقت بیداریه و شروع فعالیت روزانه. این 3 تا نکته برای بعد از بیداریه. اگه میخوای بدونی که شبا قبل از خواب چه کارایی انجام بدی که صبحای پر انرژی تری داشته باشی، توضیحات زیر ویدیو رو بخون.